رفقای گل بازرگانی ویژن، آقا سلام، شدیداً مخلصم. خب آقا یه وسیله آوردیم به شدت کاربرد باحال و عجیب غریبی داره. آقا این پدای ابزار قدیم بود، حالا اول یه سری پدای ساده بود، بعد اومدن مگنت بهش اضافه کردن که اینجوری ماشینا قرار بگیره و بعد دیگه جای شونه و اینجور چیزا اضافه کردن. خب اما الان شرکت کنگتک اومده یه پد زده، توش یه دونه هابه. خب حالا کاربرد این چیه؟ 4 تا جای USB داره. خود اینو شما میزنی به برق، کابل بهش وصل میکنی، دیگه کلا میزتو جمع و جور میکنی. نگاه کن ببین، میتونی کابل رو قشنگ بزنی به ماشینت که شارژ شه. خب حالا توی پک یه کابل واسه بابلیس داره، یه کابل واسه کنگتک و بابلیس داره، یه کابل واسه گاما داره، ماشین چینی و ماشین چینی، کلی کابل داره و البته این که حالا آوردن برای تست. سریای مختلف داره، شما با هر برق حالا اقصانقات دنیا میتونی اینو بزنی تو شارژ. حتی جالبیش اینه، گوشی تا میزنی باهاش به شارژ تایپ C. این هم که جای شونه شد دیگه، خود پدو و میتونی میلر هم برداری، خیلی عادی اینجا شونه هاتو بچینی، ولی اگه اینو بذاری قشنگ شونه ها یه پله میاد بالا، راحت میتونی ورشون داری. آقا خیلی وسیله به نظر من جالبی بود، من خودم به شخصه خیلی باهاش حال کردم. خیلی مخلصم، موفق باشید. موفقیتم طبق معمول همیشه برای خودتونه.